خب ببینید ما دو مرحله اصولاً دو مرحله طی می‌کنیم. سرخوشی ما دو مرحله داره. یک سرخوشی که ما داریم این هست که شراب حالا مخدر زمینی که هیچی تو کار ما نیست، بعضی از مکاتب اینا هست. خب این بحث سرخوشی، این سرخوشی یا کاری برای مخدر، برای بحث موجه مخدر آسمانی، در ابتدای کار مثلا بعد ورود داغی عابد جامیزان شراب روحانی بسیار خوب، بعد یه جوره سر کشیدیم و دیدیم که به چه سرخوشی. اما به محضی که میایم وارد خودشناسی میشیم دیگه میگن اون جام شراب بذار کنار، پیاله رو بذار کنار. خب حالا ببینیم که چه خبره. خب بگو ببینیم این انرژی پتانسیل منفی یه داره برق کلام میبره. اون هم که ساخته بودیم ترم یک خودمون ساخته بودیم، همون هم از به اصطلاح سرمون میپره و یه دفعه میگیم حساب کتاب و بحث یا ببینیم اینجا چی شده و اونجا چی شده و بعد حساب و کتاب. یعنی در مسیری که ما میریم جز اون اولش برای شانتیون یک قلوب و این شراب روحانی دیگه بقیهش همش بیرونیزی و همش اینجوریه و توی خراباته. باده غمگینان خورند و ما زنهی خوشدلتریم، رو به محبوسان غمده ساقیا افیون خویش. اولش گفتیم بده از ساقیا بده شراب، جام شراب، بعد میگی نه ساقیا برو بده افیون خودتو به کسی دیگه بده. دیگه ما فهمیدیم چه خبره. خب حالا ما وجد میخوایم. کدوم وجد رو میخوایم؟ یه وجد اینجوریشو میخوایم، اینه اصل اینه. یه وجدی هم هست که ساقیا بده جامیزان شراب روحانی، باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش. حتی یه لحظه نمیخوایم در خلسه قرار بگیریم، حتی یه لحظه نمیخوایم این هوشیاریمون از دست بدیم. خب حالا خیلی از مکاتب دنبال خلسه آیا رفتیم تو خلسه، آیا بریم تو خلسه و به این صورت. اما ما یک لحظه هم نمیخوایم در خلسه باشیم، یک لحظه هم نمیخوایم در خلسه قرار بگیریم، میخوایم هوشیار باشیم. بنابراین توجه بفرمایید که وقتی در ابتدا میگیم که ساقیا بده جامی، ولی وقتی رفتیم تو قضیه میگیم رو به محبوسان غمده ساقیا افیون خویش. دیگه ما فهمیدیم چه باید بکنیم که سرخوش بشیم. حالا دیگه اون شراب روحانی رو بده کلاس یکیا، برو بده به اونا. دیگه ما نمیخوایم. الان ما فهمیدیم چه جوری باید به وجد برسیم در کار با مردم. الان شما تجربه کردیم وقتی مشکلی که رو حل میکنید، آیا اون شراب چه شرابی بدن که جای اونو بگیرن؟ توجه میکنید؟ و الان یک گزارش این طفل رو شنیدیم، من احساس کردم که همه به وجد آمدن. درست یا نه؟ خب حالا چه شرابی بدن به اون که این وجد رو ایجاد بکنه؟ خب ما دنبال این وجد هستیم دیگه، یعنی وجدی که کسی رو به وجد بیاری رزونانس بکنه. حالا اینجا این دیاپازونه اون به اون وجد اون روی خود ما هم انعکاس داشته باشه، ما هم به وجد بیاریم. خب بنابراین دوباره اینجا به کار جمعی و به کار نمیدونم چی اینها هم دوباره چیه؟ دوباره میرسیم که باید با دیگران کار کرد، با دیگران. کار انفرادی به انزوا و افسردگی اینا منجر میشه.